با سلام، به کانال دکتر تابان خوش اومدید. در این ویدیو قصد دارم در مورد چند تا از داروهایی که ممکن هست برای سلامت پروستات مضر باشن صحبت کنم. اگه شما از اون دسته افرادی هستین که به بزرگی پروستات مبتلا هستید یا اینکه سلامت پروستات براتون مهم هست، لطفاً این ویدیو رو تماشا کنید. در این ویدیو من توضیح میدم که چرا بعضی از داروها ممکن هست برای پروستات خطرناک باشند و توضیح میدم که چرا باید از مصرف این داروها خودداری کنید. اگه هنوز کانال من رو سابسکرایب نکردین خیلی ممنون میشم که با فشار دادن دکمه سابسکرایب و فعال کردن زنگوله پیج من رو مثل همیشه حمایت کنید. من امروز در مورد داروهایی صحبت میکنم که اگر شما به بزرگی پروستات مبتلا باشید و این داروها رو مصرف کنید نمیتونید پروستات خودتون رو کوچیک کنید. افرادی که با مشکل بزرگی پروستات دست و پنجه نرم میکنن متاسفانه علائم ادراری خیلی اذیتشون میکنه، مثل تکرر ادرار، مشکل در شروع کردن ادرار و حفظ جریان ادرار و همچنین احساس ناراحت کننده عدم تخلیه مثانه و به دلیل این مشکلات باعث میشن کیفیت زندگی این افراد بسیار بیاد پایین و به دنبال هر درمانی باشن تا این علائم رو تسکین بدن. اما باید خدمتتون عرض کنم که شاید خیلی از این درمان‌هایی که شما استفاده می‌کنید نه تنها مفید نیستن بلکه برای پروستات بسیار مضر هستند. خب من 7 دسته دارویی رو اینجا خدمتتون معرفی می‌کنم که از هفتمی شروع می‌کنم و اولین دسته دارویی هست که خیلی روتین هست. اکثر مردم به دلیل اطلاعات ناکافی که دارن از این دارو برای کوچیک کردن پروستات خودشون استفاده می‌کنن. 7 آنتی هیستامین ها. آنتی هیستامین ها دسته‌های دارویی هستند که عملکرد هیستامین رو در بدن مختل میکنه. هیستامین عاملی هست که باعث ایجاد عوامل آلرژیک در بدن میشه، مانند عطسه، سرفه، آبریزش بینی. خب خیلی از افراد به دلیل آلرژی هایی که دارن یا علائم سرماخوردگی که دارن ممکن است از این دسته داروها زیاد استفاده کنند که مثال هایی که میتونیم برای آنتی هیستامین ها بزنیم مثل سیتریزین، دیفنهیدرامین، سیناریزین، پرفنازین، پرومتازین. اینها داروهای آنتی هیستامین هستن که خیلی زیاد هست تعدادشون و میتونیم با یک گوگل لیست این داروها رو در بیاریم. خب اینا چه کار میکنن؟ اینها میان عملکرد هیستامین رو مختل میکنن و باعث میشن که علائمی مثل خارش، آبریزش بینی و سایر علائم حساسیتی کم بشه. ولی خب در کنار این بهبود علائمی که دارن تأثیری روی مثانه میذارن که برای افرادی که بزرگی پروستات دارن بسیار آزاردهنده است. توانایی مثانه رو برای انقباض کم میکنن. وقتی توانایی مثانه برای انقباض کم باشه باعث میشه که ادرار بیشتری در مثانه بمونه و کسی که بزرگی پروستات داره و علائم ادراری داره وقتی که آنتی هیستامین مصرف میکنه باعث بدتر شدن علائم ادراریش میشه. این فرد تکرر ادرارش بیشتر میشه، مشکل در شروع ادرار کردن داره و متاسفانه همه علائم ادراری پروستات تشدید میشه. پس اگه شما جز افرادی هستین که مبتلا به بزرگی پروستات هستید، علائم آلرژی دارین، حتما برای داروی جایگزین با پزشکتون مشورت. 6 داروهای ضد احتقان. داروهای ضد احتقان مثل فنیلفرین، مثل اکسیمتازولین، اینا داروهایی هستن که احتقان رو برطرف میکنن در بینی یا چشم. حالا زمانی که در بدن یک سرماخوردگی اتفاق افتاده، یک ویروسی وارد بینی یا چشم فرد میشه، واکنش بدن به ورود این ویروس ها به این صورت هست که باعث میشه که خونرسانی به این نقاط بیشتر بشه، عروق اون ناحیه گشاد بشن و به همین دلیل ما یک احتقان رو در بینی و چشممون میبینیم. خب داروهای ضد احتقان چیکار میکنن؟ میان باعث تنگی این عروق میشن، خونرسانی کم میشه و این احتقان برطرف میشه. خب تأثیری که اینها دارن ممکنه سیستمیک باشه. یعنی چی؟ زمانی که شما این دارو رو مصرف میکنین ممکنه باعث سفتی اسفنکتر ادراری هم بشه. حالا فردی که بزرگی پروستات داره، این مجرا به دلیل بزرگی پروستات تنگ شده، حالا این دارو هم میاد باعث سفت شدن این اسفنکتر میشه و چه اتفاقی میفته که یک احتباس حاد ادراری برای فرد پیش بیاد و یک اورژانس پزشکی هست. پس شمایی که مبتلا به بزرگی پروستات هستی خیلی باید حواستون به این موضوع باشه و ضد احتقان مصرف میکنید. سعی کنید که از مصرف داروی ضد احتقان بدون نسخه پزشک خودداری کنید. حتما با نظر پزشکتون باشه. اگه مصرف کردید و دچار این علائم شدید باید خیلی فوری خودتون رو به پزشک یا مرکز درمانی برسونید. پنجمین دسته از داروهایی که میخوام خدمتتون معرفی کنم مرتبط با افسردگی هستند. مخصوصا داروهایی که
بر جذب سروتونین تاثیر داره، مانند داروهای مهار کننده بازجذب سروتونین. مثال هایی که میتونم خدمتتون بگم مثل فلوکسیتین، فلوکسامین، سرترالین، سیتالوپرام و یک لیست طولانی از این داروها که میتونیم با یک سرچ اونها رو در بیاریم. داروها ممکن هست که بر سلامت پروستات تاثیر داشته باشه و باعث بشه که علائم ادراری ناشی از بزرگی پروستات اون فرد رو بیشتر آزار بده. این داروها باعث میشن که مثانه بیش از حد شل بشه. وقتی که مثانه بیش از حد شل میشه باعث میشه که احتباس ادراری فرد تشدید بشه در فردی که به دلیل بزرگی پروستات مجرای ادراری تنگ شده داره. در نتیجه علائمی مانند احتباس ادراری، تکرر ادرار و ادرار دردناک دنبال مصرف این داروها برای این افراد ممکن است پیش بیاد. پس شما زمانی که با مسائل افسردگی درگیر هستید و بزرگی پروستات هم دارین، داروهای دیگری هم هستن که میتونن بدون اینکه بر سلامت پروستات شما تأثیری داشته باشن علائم افسردگی شما رو بهبود بدن. پس حتما با نظر پزشک این داروها رو مصرف کنید تا مشکلی برای شما پیش نیاد. دسته چهارم داروها دیورتیک ها هستند. دیورتیک ها یا ادرارآورها که در عوام بهشون قرص آب هم گفته میشه، مانند پروزماید، تریامترن اچ. اینها داروهایی هستند که در افرادی که به نارسایی قلبی، فشار خون بالا یا مشکلات کلیوی دچار هستند استفاده میشه. خب اینا چیکار میکنن؟ اینا آب و سدیم اضافی رو از رگ‌های خونی میگیرن و اون رو دفع میکنن. حالا فردی که به بزرگی پروستات مبتلا هست، مجرای ادراریش تنگ هست، و باعث میشه که مثانه بیش از حد کار کنه، به اصطلاح بهش میگن مثانه بیش فعال، تکرر ادرار، احساس نیاز به دفع ادرار در صورتی که مثانه خالی هست، تحریک مثانه باعث میشه که بی اختیاری های ادراری برای فرد پیش بیاد و همه این مسائل خیلی آزاردهنده هستند. سومین دسته ضد التهاب‌های غیر استروئیدی یا انسیدها ها هستند، مانند آسپرین، مانند ناپروکسن. این داروها عموماً به عنوان ضد التهاب، ضد تب و تسکین دهنده درد هستند. مشکلی که مصرف انسیدها برای بیماران مبتلا به بزرگی پروستات هست به دلیل تداخل اثر با داروهایی هست که برای این بیماری استفاده میشه. اعتقاد بر این هست که انسیدها با داروهای مانند فیناستراید، تامسولوسین، ترازوسین، دوکسازوسین، داروهایی که برای بزرگی پروستات رایج هستند تداخل داره و اثر این داروها رو کم میکنه. 2. تستوسترون. افرادی که سطح تستوسترونشون پایین هست حالتی به نام هایپوگونادیسم دارن، یعنی اینکه احساس خستگی دارن، میل جنسی پایینی دارن و توده عضلانیشون کاهش پیدا میکنه. معمولا پزشک برای کنترل این عوارض مکمل های تستوسترون رو برای و باید بدونیم که تستوسترون یک هورمون کلیدی در رشد پروستات هست. افرادی که به بزرگی خوشکم پروستات مبتلا هستند اگر این هورمون ها و این مکمل ها رو مصرف کنند باعث تحریک رشد غده پروستات میشن، بزرگی پروستات رو تشدید و علائم ادراری مربوط به اون هم تشدید پیدا میکنه. خب اولین دسته که خدمتتون عرض کردم رایج‌ترین دسته دارویی هست که این افراد مصرف میکنند آلفا بلاکرها هستند. آلفا بلاکرها مانند تامسولوسین، ترازوسین، دوکسازوسین داروهایی هستند که هم برای فشار خون بالا و هم برای کنترل علائم بزرگی پروستات مصرف میشن. اما باید بدونیم که این داروها برای همه افراد مناسب نیستند و گاهی برخی مردان با مصرف این داروها دچار سرگیجه، غش، افتادن ناگهانی فشار خون هنگام ایستادن که بهش فشار خون ارتوستاتیک هم میشن. هست که شما برای اینکه این داروها رو مصرف کنید حتما از نزدیک یک پزشک متخصص اورال شما رو معاینه کنه و وضعیت سلامتی شما رو به طور کامل بررسی کنه و سپس این داروها رو برای شما تجویز کنه. 7 دسته دارویی بود که برای شمایی که به بزرگی پروستات مبتلا هستید ممکن هست آزاردهنده باشه، مضر باشه و خطرناک باشه. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و اون اطلاعات لازم رو کسب کرده باشین. خواهش میکنم اگر به بزرگی پروستات مبتلا هستین برای مصرف هر نوع دارویی حتما با پزشک متخصص خودتون مشورت داشته باشین و خودسرانه هیچ دارویی رو مصرف نکنید که خدایی نکرده علائم شما بدتر نشه و بر کیفیت زندگی شما تاثیر نداشته باشه. خیلی ممنون میشم با لایک و کامنت انگلیسی مثل همیشه من رو حمایت کنید.
آرزوی همیشگی من سلامتی و بهروزی شماست. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.